بحث‌های اصلی در مورد بررسی قانون بودجه تاجیکستان برای سال آینده در اطراف راه‌های اجرا کردن بخش درآمدی این بودجه صورت گرفت. برخی از وکلان مردمی به آن تاکید داشتند که بخش درآمدی بودجه اصلاً از حساب باج گمرکی و انداز اجرا می‌شود، ولی در سال‌های اخیر بیشتری کارخانه‌های خصوصی در تاجیکستان بسته شده و به گفته رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف بیشتری صاحبکاران با دلیل‌های مختلف یا از کشور را ترک کردند یا کارخانه خود را بستند که این به جمع‌آوری انداز خیلی نقش دارد. مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان میگویند که برای اجرای بودجه سال آینده تاجیکستان چند تهدیدهای وجود دارد. تهدیدهای بیرونه، وضع اقتصادی در روسیه که بیشتری مهاجران تاجیک در آنجا کار و زندگی میکنند و تهدیدهای داخلی، بحران شدید اقتصادی در تاجیکستان. این عامل‌هایی که وابسته به دو عاملی که از بیرون است، نه وابسته از آن عامل‌هایی که تاثیر رسانند به واسطه به پیشرفت و یعنی که تاثیر پسروی اقتصادی همسایه کشورهای ما از جمله روسیه بزرگ با نظر داشته که در پیشرفت و مانعی ایجاد می شود در اونجا پسروی دیده است. امروز ما با اون دورنامه‌ای که وابسته به قبول بودجه پیشنهاد کرده از جانب وزارت رشد اقتصاد و سودا، اگر در صورتی که تمام این نشانی‌ده‌ها و پارامترهایی که پیشنهاد شدن قبول گردیده با قرار حکومت و با قانون قبول گردید، عملی گردن این بودجه ما اجرا شونده است. وزیر مالیه تاجیکستان گفت که در بودجه سال آینده تاجیکستان کسر بودجه 0.5% یا که 294 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. وکلان مردمی سوال کردند که همین کسر بودجه از کدام حساب پوشانده می شود؟ 95 میلیون با جلب وکسل‌های خزینه‌داری، یعنی زیاده از 25 میلیون از حساب فروشی اموال دولتی. منبع دیگری وی از حساب اون فایزی میگیم که در دیپازیت‌های و مونده اما مبلغ‌های بودجتی که در وی مونده شده است حسابی فایز و غیره که در موافقه همون پروای رئیس فهرستی که در اونجا است 294 میلیون با نظر داشتی با 10 از 5 میلیون حسابی برزیادی اجرایش بودجت‌های محلی باید که پروای کرد پورا گردد. در همین حال شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان از مسئولان پلات حساب تاجیکستان دعوت کرد که روند اجرای قانون بودجه سال آینده تاجیکستان را نظارت کرده و اجرای شفاف آن را تامین کنند. مردان محمد، آزادی، دوشنبه.